رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در معرفی 30 الکتروبوس نو در شهر دوشنبه اشتراک نمودند. الکتروبوس‌های تمغه اکیا نیرو استحصال کارخانه مشترک اکیا اوستا اتوماتیو اینداستری جمهوری تاجیکستان بوده طبق استانداردهای اروپایی استحصال گردیدند. نقلیات مذکور با 12 متر درازی 32 جای نشست دارد و حجم عمومی گنجایش مسافران تا 100 نفر را تشکیل می‌دهد. همچنین مجهز با تجهیزات گرمیدهی و خنک کننده، 6 کامرای نظارتی و 2 اکران معلومات دهنده میباشند. قابل ذکر است که با تشبث به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ظرف 6 سال اخیر پارک نقلیاتی کارخانه‌های کمونالی شهر پرره با اتوبوس‌های زمانوی در مجموع 410 عدد از کارخانه وطنی تامین گردیدند. ضمن معرفی الکتروبوس‌ها اطلاع داده شد که حجم عمومی باتری‌های الکتروبوس 350 کیلووات ساعت را تشکیل داده، اقتدار حرکت اتونومیش تا 300 کیلومتر میباشد. کفالت باتری‌ها و دیگر قسمت‌های برقی الکتروبوس 600,000 کیلومتر یا 8 سال را تشکیل می‌دهند. جهت پرره با برق تامین نمودن واسطه‌های نقلیات مذکور در کارخانه کمونالی واحد دولتی اتوبوس 1 نقطه برق تامین کنی زمانوی برای 30 عدد الکتروبوس بنیاد گردیده برای استفاده پرره آماده میباشند. نقطه مذکور با ایستگاه ترانسفورماتوری اقتدار 5000 کیلوولت آمپر با 15 عدد نقطه برق دهنده عبارت بوده با بخش اداره کنی فاصلوی تامین میباشد. محترم رستم امامعلی ضمن صحبت با رانندگان و مسئولان جمعیت‌های مسافربری جهت در حالت خوبی تکنیکی و سانیتری نگاه داشتن واسطه‌های نقلیات مسافربر دستور و مسئولیت‌های سودمند دادند. در نتیجه اقدام‌های نجیب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و تشبث‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت تدریجاً عملی گردیدن کارهای سازندگی و بنیادکاری در کشور، رشد باثبات اجتماعی و اقتصادی شهر دوشنبه طلبات‌های نو را نسبت به فعالیت تمام ساحه‌ها از جمله ساحه مسافرکشانی پیش آورده در دورنمای آینده جهت بهتر نمودن وضع ساحه و عملی سازی هدف‌های استراتژی در دایره برنامه مقصدناک دولتی رشد کامپلکسی نقلیات جمهوری تاجیکستان تا سال 2025 و تطبیق عملی برنامه شهر سبز تدبیرهای سودمند اندیشیده می‌شوند. با مقصد تطبیق کنسپسیای گزارش به نقلیات برقی تا امروز از جانب شرکت‌های نقلیاتی کرایه‌کش بیش از 1500 عدد الکترومبیل وارد کرده شده است که 36% پارک نقلیاتی شرکت‌های کرایه‌کش را تشکیل می‌دهد. همچنین دوام روز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در خیابان نصرت الله مقسوم ناحیه سینای شهر دوشنبه مؤسسه تا مکتبی خصوصی اخترک را مورد بهره برداری قرار دادند. در رفت شناسایی بر رئیس شهر دوشنبه اطلاع داده شد که مساحت عمومی انشاءات 4000 متر مربع را تشکیل می‌دهد. بنا در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه بنیاد گردیده از 3 آشیانه عبارت است و برای تعلیم و تربیت فرا گرفتن 200 کودک در 10 گروه پیش بینی گردیده است. پس از مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات برای 26 نفر جای کار دائمی فراهم می‌گردد. مؤسسه زمانوی در پرتو دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر دوشنبه بنیاد گردیده در آن تعلیم و تربیت کودکان مطابق به طلبات امروزه به راه مانده شده است. انشاءات دارای آشخانه با 70 جای نشست، تالارهای ورزشی، گیمناستیکای بدیعی، سیمخانه‌های تعلیمی از جمله زبان انگلیسی، تالار موسیقی، مشغولیت، جایهای خواب و استراحت، حجره‌های کاری، خدمت‌رسانی طبی و دیگر حجره‌های یاری رسان میباشد. رئیس شهر دوشنبه مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که پیش از همه در سمت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم، تربیت کودکان و نورسان در روحیه وطن دوستی و افتخار ملی، تأمین شرایط خوبی تربیت و رعایت قاعده‌های بهداشتی کودکان دقت اولین درجه ظاهر نمایند.